در اولین روز سفر پرزیدنت امامعلی رحمان به چین، نخستین همایش پیوند تجارتی رقمی چین و تاجیکستان در شهر پکین برگزار شده است. صدها نماینده تجارتی از هر دو جانب در این همایش شرکت کردند و موضوعهای چون اقتصاد سبز و ذهن‌رسانی در اینجا بحث شده است. رسانه‌های رسمی دو کشور از امضای قراردادهای میلیارد دلاری خبر دادند، ولی مستقلانه تصدیق کردن این معلومات مشکل است. خبرگزاری دولتی تاجیکستان خاور 12 می گزارش داد که میان شرکت‌های تاجیکستانی و چینی بیش از 50 سند همکاری به مبلغ زیاد از 8 میلیارد دلار آمریکایی امضا شده است. به قول این منبع از جمله شرکت واچر کپیتال چین نیت دارد به مبلغ 1.5 میلیارد دلار در تاجیکستان نیروگاه‌های بادی و آفتابی سازد. جزئیات بیشتر این سازشنامه و کی ساخته شدن این نیروگاه‌های آفتابی و بادی معلوم نیست. همچنین شرکت چینی زیف هالدینگ با کمیته دولتی سرمایه‌گذاری تاجیکستان برای ساختن کارخانه کارکرد مصالح آلومینی شرطنامه امضا کرده است. حجم عمومی سرمایه‌گذاری به این لایحه تقریباً 80 میلیون دلار اعلان شده است، اما شرایط آن فاش نشده است. شرکت تبیه که قبلا در دوشنبه مرکز برق و گرمایدهی ساخته برای این چند کانی طلا را صاحب شده بود، از سرمایه گذاری بیشتر در بخش‌های انرژتیک و صنعت تاجیکستان خبر داده است، اما جزئیاتش معلوم نیست. مرکز برق و گرمایدهی ساخته این شرکت برای دوشنبه قبلا نگرانی حامیان محیط زیست را به میان آورده بود. چین شریک مهم تجارتی و اقتصادی و قرض دهنده اساسی تاجیکستان است. طبق آمارهای اخیر وزارت مالیه تاجیکستان از چین بیش از 700 میلیون دلار قرضدار میباشد. با گزارش پایگاه چاینا میدیا گروپ، حجم تجارت بین دو کشور در 4 ماه اول سال 2026 به 790 میلیون دلار رسیده است که در قیاس به یک سال پیش 50% زیاد است و سرمایه‌گذاری‌های چین به اقتصاد تاجیکستان به 6 میلیارد دلار رسیده است. مولا رجب یوسفی، امیر سایف، آزادی، دوشنبه.